اگه زندگیتون قفل شده، همچون 3 قهرمان قصه من، زندگیتون رو اینجوری قفل شکنی بکن. 3 تا قهرمان؟ 3 قهرمان دارم. گفت 3 تن به راهی میرفتن 3 مرد. خب شب رسیدن به یه غاری، وارد اون غار شدن و کوه ریزش کرد و در غار بسته شد. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفتن تنها کاری که میتونیم کنیم اینه که کردارهای بیریایمون در زندگی بتونه گشایشی در کارمون ایجاد بکنه. یکی یکی قصه هامون رو تعریف میکنیم. مرد اول گفت من پدر و مادر پیری داشتم و یک بزی از این دار دنیا داشتم. هر روز شیر این رو می‌نوشیدم و می‌بردم خدمت پدر و مادرم. خب یه روز رفتم هیزم جمع کنم، اومدم دیر وقت شد و تا این شیر رو دوشیدم و غذای اینها رو آماده کردم، اینا خوابشون برد. این ظرف غذا رو گرفتم تا اینها بیدار شن و این ظرف و شیر رو به اینها بدم و اینها تا صبح بیدار نشدن. منم تا صبح این ظرف شیر دستم بود. همین که اینها بیدار شدن ظرف شیر رو دادم خوردن و بعد نشستم و بعد گفت خدایا اگر راست میگم گشایشی در کار ایجاد بشه، که یک مقداری از تخت سنگ در غار به کناری رفت. نفر دوم گفت من عاشق دختر عموم بودم ولی خب دختر عموم منو قبول نمی‌کرد. گفت که نقشه‌ای کشیدم و 120 دینار سکه فراهم کردم و به هر حال به یه ترفندی دختر عمومو گفتم یه خلوتی باش داشته باشم که یهویی ترسی از خدا در درونم پیدا شد. سکه ها رو گذاشتم و محل رو ترک کردم. خدایا اگر راست میگم گشایشی در کار ایجاد کن. یکم دیگه سنگ به کنار رفت. نفر سوم گفت من کارگران زیادی برام کار میکردن. یه روز اومدم که با همشون در واقع تسویه حساب بکنم، یکیشون ناپدید شد. خب منم پول اونو دادم، یه گوسفندی رو نگه داشتم. سال بعد شد 2 تا و 3 تا و 4 تا و سالیان گذشت و تبدیل شد به یک گله گوسفند. بعد از مدت‌ها اون طرف پیدا شد. گفت که ما یه پولی داشتیم پیش شما. گفتم این ثروت عظیم مال توئه. گفت شوخی میکنی؟ گفتم نه واقعا این مال شماست، فردا دادم. خدایا اگر راست میگم گشایشی در کارم ایجاد کن. که در غار سنگ روی در غار به کناری رفت و گشایش ایجاد شد. حالا میخوام خدمت بینندگان عرض کنم اگر قفلی در زندگیتون هست کار نیک انجام بدین، البته کار بدون ریا و منت. جوریه که دیگه جناب حافظ غلام میشه، میگه غلام همت آنم آن نازنینم که کار خیر بی رو و ریا کرد.